سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما عزیزان. محمد هستم با ICT به فارسی. قراره که توی پیج الف تا ی کانسپت ICT رو براتون توضیح بدم. همون جوری که در تامنیل نوشته لطفاً سابسکرایب، لایک، شیر و روشن کردن نوتیفیکیشن در جهت حمایت از بنده فراموش نکنید. متد هایی که اینجا براتون بازگو میکنم برای مبتدی ها و حرفه‌ای ها به کار میاد. این تنها نیازیه که شما رو مستقل و آزاد میکنه تا به هدف رسیدن پول در مارکت برسید. پس تنها چیزیه که نباید از دستش بدید. سعی میکنم به ساده ترین زبان ممکن و در کمترین زمان موضوعات رو بیان کنم. فقط باید پله پله همراه من باشید. در آینده نه چندان دور کانسپت اپ نوشن خودم رو میذارم که بتونید کپی کنید و ژورنال ترید خودتون رو داشته باشید. خواهش میکنم ژورنال کردن ترید رو از همین الان یاد بگیرید. بازار رو ساده ببینید. قرار نیست هر کانسپتی رو بلد بشید. هر کانسپتی که با روحیاتتون سازگار بود داخل اون سعی کنید حرفه‌ای بشید و فقط از همونا استفاده کنید. این چیزیه که شما رو به پول میرسونه. شما در هر صورت باید راه منحصر به فرد خودتون رو پیدا کنید. شاید مسیر ترید کردن من اصلاً با روحیات شما همخوانی نداشته باشه. پس همزمان یاد بگیرید، ژورنال کنید و کانسپت های خودتون رو پیدا کنید. به راهنمایی های من گوش بدید، زمان رو خیلی در نظر بگیرید و سعی کنید هر روز بهتر و بهتر بشید. الان برای خودتون بنویسید که هدفتون چیه و مسیری که میخواهید به این هدف برسید رو ترسیم کنید. پروسه همیشه مهمتر از هدفه. این پروسه است، این مسیره که شما رو داخل بازارهای مالی نگه میداره و با تجربه میکنه. ارادتمند شما محمد.